ساختمانی راهی نو در یک منطقه دوردست در شمال و شرقی افغانستان. طالبان امید تیجارت با چین ҳамсоя را رواج می بخشد. ساختمان پارچه از راه ناهموار اول سال 2024 به پایان رسید. مقامات طالبان و مردم دره وخان امیدوارند که از حساب این راه اقتصادی و ایرانی افغانستان جان می گیرد. این راه اگر باز شود زندگی مردم وخان انشالله خوبتر شد پیش برده میشه. ساختمان راه فقط یکی از برنامه‌های سرمایه‌گذاری چین در افغانستان است. طالبان امیدوارند سرمایه‌گذاری‌ها امسال زیادتر می‌شوند. ماه ایول سال گذشته پس از 16 سال تأخیر چین و حکومت طالبان به استخراج کانی آغاز کردند که دومین کان بزرگ میس در جهان محسوب می‌شود. چین همچنین سال گذشته از سرمایه‌گذاری به طرح‌های استخراج نفت و گاز اعلان داد و از تقویتی تیجارت با افغانستان. اولین قطار مال و محصولات چینی هم سال گذشته از طریق قلمروی کشورهای آسیای مرکزی به افغانستان رسید. با وجود اعلان خوشخبرها، چین همچنان میل ارتباطی مستقیم با افغانستان را ندارد. چین تا حال میل برای وصل شدن به دره وخانی افغانستان نشان نداده است. این برای چین فقط مسئله اقتصادی نیست، امنیتی است، مسئله ژئوپلیتیکی است. توجه چین به افغانستان قبل از طالبان هم بود، ولی بعدی رسیدن این گروه به قدرت در سال 2021 رابطه ها نزدیکتر شد. طالبانی افراطی امیدوارند با استفاده از ثروت‌های زیادی طبیعی افغانستان از چین کمک‌های حیاتی، مالی و دیپلماتی به دست می‌آورند. برای طالبان همه این همکاری‌های نزدیک با چین به دست آوردن مقام بازیگری بینالمللی است. اما عامل‌های زیادی هست که اجرای طرح‌های چین را به تأخیر می‌اندازد. یکی هم عامل امنیتی. کارگران چینی به طور افزاینده هدف حمله گروه‌های جنگجو از جمله در داخل افغانستان می‌شوند. عین زمان در اینجا در دره وخان ساختمانی ادامه دارد. راهی که حالا برای ماشین‌های کلان و اتوبوس‌ها موافق نیست. چین هم تا حال پاسگاه‌های گمرکی در مرز خود نگذاشته است. من انتظار ندارم که چین سرمایه‌گذاری زیاد کند. از این راه طالبان برای همکاری‌های نزدیکتر اقتصادی با چین راه ناهموار و دشوار گذر خواهد بود.